سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیزم. با آموزش جدیدی در خدمت شما هستم که میخوام یک رائر خیلی خوشگلی رو آموزش بدم بعد بهتون. نخی که میتونید استفاده کنید، میتونید هم از نخ مکرومه کتان یا مکرومه پرستر یا نخ کاموا استفاده کنید، یا هم میتونید از نخهای ظریف هم استفاده کنید، مثلا مرسریزه، ابریشم هم میتونید استفاده کنید و تنها نخ مکرومه نیستش. الان من خودم اینجا میخوام از نخ نومتای ایرانی استفاده کنم، نخ کانواس میخوام برای باف از این نخ استفاده کنم و بر بهتون آموزشش بدم. خب بریم شروع کنیم به آموزش این رائر خیلی خوشگل که شما میتونید در هر سایزی ببافید. شروع کنیم. چطور میخوایم شروع کنیم؟ با حلقه جادویی میخوام من این بافتم رو شروع کنم. میام حلقه جادویی که خب تو تمام بافتامون گفتیم دیگه، میام من یه گره میزنم به عنوان یه زنجیره میزنم به عنوان گره که اینجا نخم ثابت باشه. بعد شروع میکنم 2 تا دیگه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. الان تو این حلقه من میخوام 18 تا پایه بلند ببافم. این دومی، سومی، 3 و 4، 18 تا پایه باید بافته بشه. با این 3 تا زنجیره باید 18 تا بشه. 18 تا پایه تو این حلقه ببافید. برگردم. خب 18 تا رو بافتم. این نخی که بود کشیدم، این گردم کامل شد. الان میام 1 2 3 روی سومین یا روی این سومین زنجیره یه بست میزنم. بستم رو که زدم اینجا 18 تا الان من پایه بلند دارم. میام اینجا بازم 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. میام از همینجا که این 3 تا زنجیره زدم از همینجا باز یه پایه بلند میبافم. بعد میام روی پایه بعدی دوباره روی همین یه پایه بلند میبافم. باز میام روی این یکی پایه، دوباره اینجا باز من یه پایه بلند میبافم. میام این طرف روی این هم یه پایه بلند میبافم. در واقع تو رج دوم پایه هامون افزایشی میشه. روی هر پایه 2 تا پایه میبافیم. 18 تا که پایه پایین داشتیم تو رج دوم بعد بشه 36 تا. بس شما ببافید. برگردم بهتون بگم. رج دوم رو بافتم، گفتم روی هر پایه من 2 تا پایه میبافم، یعنی 18 تا که پایین پایه دارم بعد بالا بشه 36 پایه. 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا، 10 تا، 12 تا، 14 تا، 16 تا، 18 تا، 20 22 24 26 28 30 32 34. 2 تا هم دیگه میبافم میشه 36 تا. پس ما اینجا نگاه کنید، اینجا مونده، این 2 تا هم میبافم میشه 36 پایه. خب اینجا شد 36. الان میام 1 2 3 روی سومی من بستم و میزنم. اینم از رج دومم شد. رج دوم. الان میام رج سوم با 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه، یک زنجیره میزنم. بعد میام روی پایه بعدی باز دوباره من یه پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدی یه پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدی پایه بلند و یک زنجیره. رج سومم همینطوری ادامه میدیم برسیم به آخر. خب میبینید یک زنجیره روی پایه بعدی، باز یک پایه، یک زنجیره. روی پایه بعدی یک پایه، یک زنجیره، یک پایه، یک زنجیره، یک پایه، یک زنجیره. بافته میشه. پس رج سوم هم همینطور ادامه بدید برسیم به آخر رج. نگاه کنید اینجا زنجیره رو یادم رفت، یک زنجیره بعد یک پایه. بست رو بزنیم برگردیم. من رسیدم رج 3 آخرش. میام 1 2 3 روی سومی باز من یه بست میزنم. بستم رو که زدم شروع میکنم باز 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه و یکی میزنم ما بین پایه ها. بعد باز دوباره میام رج 4 به همین شکل میبافم.
یعنی یک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره یک پایه بلند. رج 4 مثل رج 3 به همین شکل بافته میشه. یک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره یک پایه بلند، یک زنجیره یک پایه بلند میبافیم. تو رج 4 به همین شکل ببافید برسید به آخر. بستو که زدم برمیگردم رج 5 رو بهتون توضیح میدم. خب رسیدم بازم به آخر. یک زنجیرمو که زدم میام 1 2 3 روی سومین زنجیره من دوباره بستم و میزنم 1 2 3 روی سومین زنجیره بستم و که زدم با 3 تا زنجیره رو میبافم. میخوایم رج 5 رو شروع کنیم. 2 تا زنجیره میزنم، 3 زنجیره که زدم پایه، 2 تا زنجیره میزنم مابین. میام الان روی این یکی پایه یعنی پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این یکی پایه باز یعنی پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این یکی پایه یعنی پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم ما بینشون، روی این یکی پایه باز یه پایه بلند میزنم، 2 زنجیره میزنم، روی این یکی پایه یک پایه بلند میزنم، باز 2 زنجیره میزنم، روی این یکی پایه یک پایه بلند میزنم، 2 زنجیره، باز دوباره روی همین پایه یه پایه بلند میزنم، 2 زنجیره و میام روی این یکی پایه بلند میزنم. رج 5 هم همینطوری ببافید برسید به آخر. برگردم بستو بزنم توضیح بدم. خب رج 5 هم تموم کردم. میام میشمارم 1 2 3 بستم و میزنم. میخوام رج 6 رو شروع کنم. با 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه، 1 2 تا زنجیره میزنم به عنوان مابین. بازم در واقع هر کدوم رو 2 بار میبافیم دیگه. الان رج 6 هم باز من 2 تا زنجیره میزنم یک پایه، 2 زنجیره یک پایه، 2 زنجیره یک پایه میزنم. رج 6 هم همینطور ببافید برسیم به رج 7. به این شکل میبینید 2 تا زنجیره میزنم یک پایه. پس اینم رج 6 ببافید برسیم به رج 7. تو رج 7 هم این زنجیره های وسط میشه 3 تا. به اینجا که 2 تا میزنیم میشه 3 تا. رج 7 هم 3 تا زنجیره میزنیم وسطشون، بعد یک پایه. رج 6 رو ببافید تا به رج 7 برسیم. الان رج 6 رو تموم کردم بستم و که زدم میام رج 7 رو شروع کنم. ببینید 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه، میام اینجا 3 تا زنجیره دیگه میزنم به عنوان مابین، بعد میام روی این پایه بلند یه پایه بلند میبافم، با 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی دوباره یه پایه بلند میبافم، با 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یه پایه بلند دیگه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی دوباره یه پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند. رج 7 رو همینطور ادامه بدید ببافید برسیم به رج 8. رج 8 هم مثل رج 7 انجام میدیم یعنی یک پایه 3 زنجیره. پس رج 7 و 8 رو ببافید که ما بینشون 3 زنجیره است. برگردم رج 9 رو بهتون توضیح بدم. 3 زنجیره یک پایه. این از رج 7. رج 8 هم مثل رج 7 ببافید. برگردیم رج 9 رو توضیح بدم. من الان به این چند رج بافتم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رج رو بافتم. نگاه کنید من اینجا نگاه کنید اولش 18 تا پایه زدم، بعد 18 تا شد 36 تا، بعد اومدم تو روی 36 تا یک پایه یک زنجیره زدم، 2 تا رج رو همینطور بافتم، 2 تا رج رو یک پایه 2 زنجیره وسط بافتم، 2 تا رج رو 3 پایه یک پایه 3 زنجیره وسط بافتم.
بعد اومدم اینجا، بعد دیدم که این دایرمون یه کمی جمع میشه، پس دوتا نکردم، یکی یکی کردم. یعنی چطور؟ بعد از اینکه اینجا 3 تا کردم 4 تا زنجیره، 5 تا، 6 تا، آخرین زنجیرم 7 تا شد که 12 رد شد. الان اومدم اینجا 3 تا زنجیره زدم، 3 تا زنجیره زدم به عنوان یک پایه. بعد میام اینجا نگاه کنید، میام اینجا 3 تا زنجیرم به عنوان یک پایه، میام 3 تا زنجیرم میزنم دوباره، میام اینجا وسط یه پای کوتاه میبافم. بعد بازم 3 تا زنجیره میزنم، میام روی این یکی پایه یه پای بلند میبافم. باز 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا یه پای کوتاه میبافم. باز 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند یه پای بلند میبافم. 3 تا رج 13 هستیم، 3 تا زنجیره میزنم، میام توی این حلقه که 6 تا 7 تاست، میام اینجا یه پایه کوتاه میزنم، 3 زنجیره روی پایه بلند یه پایه بلند میبافم، 3 زنجیره توی حلقه یه پایه کوتاه، باز 3 زنجیره میام روی این یکی پایه یه پایه بلند. به این شکل میشه. نگاه کنید بچه رزش 13 و شما همینطور ببافید به این شکل. اینم از آخر که بسته زدم دوباره میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، بعد میام اینجا روی این پایمون، روی این پایه همینجا یه پایه بلند میبافم. در واقع 2 تا پایه بلند شد. بعد 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم، میام روی این یکی پایه بلند یه پایه بلند، باز دوباره دومین پایه بلند رو میبافم، باز 7 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6 7، میام روی این یکی پایه بلند، باز دوباره اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، باز 7 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6 7، باز میام اینجا روی این یکی پایه بلند، باز دوباره من 2 تا پایه بلند میبافم. تو این رج روی پایه بلند ها 2 تا بافته میشه و 7 تا ما بینشون زنجیره زده میشه، 4 5 6 7، میام روی این یکی پایه بلند، باز 2 تا پایه بلند میبافم، باز 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7، میام اینجا روی این یکی پایه بلند. این رجم همینطوری ببافید. روی پایه بلند 2 تا افزایشی داریم، وسط 7 تا زنجیره ببافید. برگردم رج بعدی رو توضیح بدم. دخترها تا جایی رسیدیم که ما اینو بافتیم. نگاه کنید، میخوام یه براتون طرحی بگم که این دایرمون جمع نشه. نگاه کنید صاف، الان صاف این داختم، نگاه کنید الان این صافه دیگه، درسته؟ صافه، می‌بینید وسط جمع نمیشه. بعضیا خب میگن که خب ما این گرد بافی رو که انجام میدیم مثل کلاه میشه. چطور؟ نگاه کنید من اول 18 تا که بافتم، رج اول که تو گره جادویی 18 تا پای بافتم، بعد 18 تا رو تو رج دوم 36 تا شد، 2 برابر شد، یعنی روی هر پایه یه پایه بافتم. رج سوم اومدم روی هر پایه یک پایه، وسطشون یک زنجیره زدم. رج چهارم همون کار رو انجام دادم، روی هر پایه یک پایه و وسط یک زنجیره. رج 5 اومدم پایه 2 زنجیره زدم. رج 6 هم 2 پایه یک پایه 2 زنجیره زدم. نگاه کنید من احساس کردم که کمی داره بافت من جمع میشه، یعنی مثل کلاه میشه. اومدم تو رج 7 3 پایه کردم، یه پایه 3 زنجیره کردم. رج 8 برای اینکه دیدم که یه کمی میخواد جمع بشه، الان من تو رج 8 بازم 3 تا زدم. بعد رو رج 4 اومدم من رج اینا رو که 2 تا بافتم تا رج 8، اومدم رج 9 یک پایه 4 زنجیره کردم. بعد دیگه رج 10 یک پایه 4 زنجیره نکردم، اومدم یک پایه 5 زنجیره بافتم.
5 زنجیره بافتم که این گردی من جمع نشه. اگه دیدید شما مال شما بیشتر جمع میشه، خب اون به بافتمونم بسته داره که صفر ببافیم یا شد ببافیم. اگه متناسب ببافیم جمع هم نمیشه. و اونایی که میبینم گردیشون جمع میشه دیگه مثلا دو رج اضافه نکنن. بیان مثلا رج 4 رو که دو تا اضافه کردن، رج 5 و 3 تا زنجیره، رج 6 و 4 تا زنجیره، رج 7 و 5 زنجیره، رج 8 و مثلا بازم 5 زنجیره. اینطوری زنجیره ها رو اضافه تر کنن که این گردی به این صافی باشه. الان خب ما الان ببینیم تو درجه چند هستیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و درجه 13 هستیم. خب اگر خواستیم ما گردمون از این بیشتر باشه، یکی 2 رج اضافه ترم میبافیم. نه گردمون به همین حد اندازه باشه دیگه نمیبافیم، ولی من میخوام گردیم بیشتر باشه. گردی یکم هم نور بدیم، گردی کارم بیشتر باشه. من میخوام 1 2 رج اضافه ببافم. الان میام اینجا که بستم و زدم، میام 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. میام روی این یکی پایه هم باز من دوباره یک پایه دیگه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام وسط این حلقه یه پایه کوتاه میزنم، باز 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اولی یک پایه میبافم، روی پایه دومی هم باز یک پایه میبافم، روی 1 2 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا این روی تو حلقه یک پایه کوتاه میبافم، باز 3 زنجیره میزنم، میام اینجا روی این پایه باز یه پایه بلند میبافم، روی این یکی پایه هم باز یه پایه بلند میبافم، باز 3 تا زنجیره میزنم، میام تو حلقه یک پایه کوتاه 3 زنجیره، باز میام روی این 2 تا پایه، روی این 2 تا پایه 2 تا پایه بلند میبافم، باز 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا باز اینجا یه پایه کوتاه 3 زنجیره، روی این یکی یه پایه بلند، اینجا هم باز دوباره یه پایه بلند دیگه بافته میشه، باز 3 زنجیره، میام اینجا باز یه پایه کوتاه میزنم، 3 زنجیره، میام روی پایه ها پایه بلند میزنم. خب رج 14 و همینطور باید ادامه بدیم ببافیم برسیم به آخر. برگردم رج 15 رو بهتون توضیح بدم. 3 تا زنجیره، میام روی پایه بلند، یه پایه بلند، روی این یکی پایه بلندم یه پایه بلند میبافم. به این شکل نگاه کنید. بافتمون به این شکل در میاد. خب من این رج رو الان میبافم، رسیدم که به آخر برمیگردم توضیح رو بهتون میدم. این رجم بافتم تموم شدم به این شکل. الان بازم میام رج 15 و باز 3 تا زنجیر میزنم به عنوان یک پایه، یکی 2 رجم میبافم و بعد شروع میکنم کناره ها رو ببافم. میخوام یه کمی گردی من و این مدل تو گردی منم دیده بشه. بازم میام نگاه کنید 2 تا پایه هر که زدم، میام باز 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6، باز میام روی این یکی روی این پایه ها باز 2 تا پایه میبافم، روی اولی یکی، روی دومی هم یکی، باز 3 تا زنجیر، 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم، میام روی این 2 تا پایه، روی هر کدومشون من یه پایه میبافم. خب باز 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6، میام رو پایه های بعدی باز دوباره من 2 تا پایه میبافم، روی این 2 تا پایه، روی 2 تا، روی هر کدومشون یکی، باز 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6، میام روی این یکی پایه ها باز من روی هر کدومشون 2 تا پایه میزنم، یعنی روی پایه اول یک پایه، روی پایه بعدی یک پایه. به این شکل
خب نگاه کنید، ما این ردیف رو که 15 بافتم، ردیف 16 هم مثل همین پاپیونی میبافم، ردیف 17 باز زنجیره، ردیف 18 باز مثل این، ردیف 19 باز زنجیره. شما تا ردیف 19 همین شکل ببافید، برمیگردم توضیح بعدی رو بهتون میدم. دیگه اینا رو توضیح نمیدم چون واقعا ردیف ها هم مثل همه. شما ببافید. میگفتم میخوام این بالا هم یک کمی از همین مدل باشه، به خاطر همین گردیم و یک کمی بزرگتر میکنم که پایین که ساده است، بالای گردیم به همین شکل چند ردیف باشه و بعد شروع کنم لبه های رائع رو که بهتون آموزش بدم. بس تا ردیف رج 19 ببافید مثل این، یک ردیف زنجیره، ردیف بعدیش مثل همین 3 زنجیره، یک پای کوتاه 3 زنجیره، بعد روی پایه ها همینطور دو تا پایه ها رو ببافید تا ردیف 19. برگردم ردیف 20 رو بهتون توضیح بدم. نگاه کنید، من 4 تا دوتایی بافتم به همین شکل. گفتم شما هم ببافید برسیم به این 4 تایی. 4 رج که بافتم، میام الان اینجا که بستم و زدم، میام اینجا بازم روی پایه 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. روی پایه دوم یک پایه میبافم، بعدش یک پایه دیگه همجا رو پایه دوم میبافم. در واقع شد 3 تا پایه بافتم. اولی یکی، دومی 2 تا. بعد میام 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6. میام پایه بعدی، اولی یک پایه و دومی 2 تا پایه بافته میشه. این یک، این دو، و دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. باز میام اینجا روی پایه بعدی، اولی یک پایه، دومی 2 تا پایه، این یک، این دو، باز 6 تا زنجیره، 3 4 5 6. میام پایه بعدی، اولی یک پایه، دومی پایه رو اولش رو میبافم، باز دومی. بس گفتم روی پایه اول یک پایه، روی پایه بعدی 2 تا پایه بافته میشه که پایه هامون توی این رج میشه 3 تا. اولی یکی و دومی 2 تا. 1 2 3 4 5 6. اولی یکی، دومی 2 تا. باز 6 تا زنجیره میزنم، 4 5 6. باز میام روی پایه بعدی، اولی یکی و دومی 2 تا. این رجم همینطوری میبافیم برسیم به آخر. میایم اینجا که بست رو میزنیم، بعد رج بعدی رو شروع میکنیم. بافتیم رسیدیم به آخر کار. 6 تا که زنجیره زدم، میام الان روی این سومین زنجیره باز بستم و میزنم. خب این رج هم تموم شد. تو این رج گفتم 3 تا. روی پایه اول یک پایه میبافیم، روی پایه دوم 2 پایه. باز که بسته زدم، من میام الان بازم 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. روی پایه دوم باز دوباره یه پایه میبافیم، روی پایه سومم یه پایه میبافیم. میام 3 تا زنجیره میزنم، میام تو این حلقه 6 تایی یه پایه کوتاه میزنم، با 3 زنجیره میزنم، روی هر پایه یه پایه میبافیم. این 1 2 3. نگاه کنید به این شکل میشه. میبینید به این شکل میشه. باز 3 تا زنجیره میزنم، میام تو این حلقه 6 تایی این پای کوتاه میزنم، 3 زنجیره میزنم، روی این 3 تا پایم باز من 3 تا پای بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنم تو این حلقه 6 تایی این پای کوتاه، 3 زنجیره، روی پایه ها پایه بلند بافته میشه به این شکل. 3 تا زنجیره میزنم، میام تو حلقه 6 تایی یعنی پای کوتاه، 3 زنجیره، روی پایه های بلند
پایه بلند بافته میشه 3 تا. این رجم همینطور ادامه میدیم. نگاه کنید به این شکل ببافید برسیم به آخر. بستو بزنم برگردم. خب اینم رسیدیم به آخر. 3 تا پا زنجیره که زدم میام روی پایه این که 3 تا زنجیره داره اینجا، اینه بستو میزنم. بستمو که زدم تموم شد. نگاه کنید به این شکل شدش. اینم 3 پایه، 3 تا پایه پایین بود، 3 تا پایه بالا که اینجا 3 تا پا زنجیره زدیم روی حلقه 6 تایی پای کوتاه 3 زنجیره زدیم. الان تو رج 19 هستیم. میام الان 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه. میام رو پایه دوم یه پایه میبافم. خب الان روی پایه سوم ما اینجا باید 2 تا پایه ببافیم. این یک پایه، این 2 پایه. دیدید؟ بس روی پایه اول یک پایه بافتم، روی پایه دومم باز یه پایه بافتم، روی پایه سوم 2 تا پایه بافتم، افزایش دادم. بازم میام 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6. میام اینجا روی پایه اول یکی، روی پایه دوم یکی، روی پایه سوم 2 تا، باز 6 زنجیره میزنم، 3 4 5 6. باز دوباره میام روی پایه اول یک پایه، روی پایه دوم یک پایه، روی پایه سوم 2 تا پایه میبافم. این یک، این 2. باز 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6. باز میام اینجا روی پایه اول یکی، روی پایه دومم یکی، روی پایه سوم 2 تا پایه میبافم که تو این رج پایه هامون به 4 تا میرسه. 6 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6. میام باز روی همین پایه، باز پایه اول یکی، پایه دوم یکی، روی پایه سوم 2 تا. این رجم همینطوری ببافید برسیم به آخر. برگردم رج بعدی که رج 20 میشه رو بهتون توضیح بدم. خانم نگاه کنید، من بافتم این 4 تا بافتم، اومدم که رسیدم اینجا بستمو که زدم من اینو تموم کردم. این رنگ سفیدم و میخوام الان شاخه ها رو با رنگ دیگه ببافم. خب میاییم نگاه کنید شروع میکنیم. من رنگ قرمز رو انتخاب کردم. رنگ بندی به عهده خودتونه. میام الان من اینجا خب یه گره میزنم، یک گره میزنم. میام اینجا، فرق نمیکنه از کجا شروع کنیم. میام اینجا روی این پایه دونمو در میارم، 2 تا یکی میکنم به عنوان یک زنجیره. بعد 3 تا زنجیره دیگه 2 تا زنجیره دیگه میزنم به عنوان یک پایه. بعد میام رو پایه بعدی دوباره من یه پایه میبافم. روی پایه بعدی بازم من یه پایه میبافم. روی پایه بعدی هم دوباره یک پایه بافته میشه 4 تا پایه. درسته؟ 4 تا پایه بافته بودیم. میام اینجا توی این حلقه یه پایه کوتاه میزنم. ببخشید قبل از پایه کوتاه 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا زنجیرمو که زدم میام اینجا اینجا پایه کوتاه میزنم، باز 3 زنجیره میزنم. میام روی این پایه 4 تایی باز دوباره پایه میبافم. ببینید خانما، این کلا 36 تا یادتون باشه 16 تا بود دیگه، 18 تا پایه ما شروع کردیم. درسته؟ با 18 تا پایه بعد شد 36 تا، 2 تا کردن 36 تا. الان اینا این شاخ این 4 تا یا 36 تاست. تقسیم بر 36 رو تقسیم بر 2 کنیم 18 تا. 18 تا باید این ور بافته باشه، 18 تا اون ور. ولی ما 18 تا رو نمی بافیم. میاییم اینو و بعد وسط شاخه که می بافیم بعد 2 تا وسط باشه، یکی از اون ور یکی از این ور نگه می داریم. بعد 17 تا نگاه کنید، 17 تا از این پایه قرمز این طرف بافته باشه.
بشه. بعد 17 تا هم اون طرف. الان من این قرمز رو 17 تا رو میبافم. بعدش بگم که چی کار باید کنیم. خب قلاب من برای اون نخ نازک بود. برای این نخ قلابم رو کم کلوف میکنم. 3 تا زنجیرم رو میزنم. باز میام اینجا روی پایه ها، باز من 4 تا پایه میزنم. این یک، این نخ کمی رشته میشه، به خاطر هم کمی سخت میشه. خب شما نخی انتخاب کنید که سخت نشه. خب این دومین پایه، سومین پایه و چهارمین پایه. بعد بازم 3 تا زنجیره میزنم، میام اینجا توی این حلقه یه پای کوتاه میزنم، باز 3 زنجیره، میام باز توی این حلقه توی این پایه ها باز من 4 تا پایه میزنم. چهار تا پایه بلند میزنم. خب نگاه کنید به این شکل میشه. میبینید به این شکل. الان از همین 4 تا ما باید 17 تا ببافیم. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا این ور میبافیم. یکی از این ور نگه می‌داریم، یکی از این ور. خب میتونید الان از نشانگر شما استفاده کنید که یادتون نره که بعد 17 تا ببافید. من الان این 17 تا رو قرمز میبافم، برمیگردم باز نشون میدم بهتون. خب من 17 تا رو بافتم. 17 تا که بافتم بقیه‌شو میذارم میمونه. 17 تا که قرمز بافتم، باز 3 تا پا زنجیره میزنم، برمیگردم روی این 4 تا. روی این 4 تا باز من 4 تا پایه بلند میبافم. سه تا زنجیره که زدم به عنوان یک پایه است و روی این 4 تای دیگه من روی هر کدومشون یک پایه بلند میبافم. خب الان میام اینجا 1 2 3 4 5. چون نخم کلفته 5 تا زنجیره رو میزنم اینجا. باز دوباره میام روی پایه بلندا این نخ ریش میشه. بعد دقت کنیم روی پایه بلندا باز من پایه بلند میبافم 4 تا. خب باز 5 تا زنجیره میزنم 4 5. میام باز روی این یکی پای بلند من باز 4 تا پای بلند میبافم. باز 5 تا زنجیره میزنم 3 4 5. باز میام روی این یکی پای بلند من پای بلند میبافم. چهار تا. باز 5 تا زنجیره میزنم 3 4 5. دوباره روی پای بلند میام 4 تا پای بلند میبافم. این رجم همینطور تا اونجایی که قرمز بافتم، یعنی 17 تا که این 4 تا رو من قرمز زدم روی اونا بافت و انجام میدم. حالا دیگه اون طرفم میمونه که همین کاری که همین طرف انجام میدیم اون طرفم به همین شکل انجام خواهیم داد. اول بعد یک طرف رو ببافیم تمام بشه، بعد طرف بعدی و باز دوباره همین کاری که اینجا انجام میدیم همون طرف هم انجام میدیم. خب این 4 تا باز 5 تا زنجیره 2 4 5. باز میام اینجا روی پایه 4 تا پایه بلند ببافید برسید به این سر قرمز
برگردم توضیح بدم. خب اینجا 3 تا پایه رو که زدم، روی 4مین پایه‌ام روی این 3 زنجیره میزنم. نگاه کنید روی این 3 زنجیره میزنم 4مین پایه‌مو. خب 4مین پایه‌ام روی این 3 زنجیره زدم. خب الان 3 تا زنجیره دیگه میزنم، برمیگردم. الان بازم روی این 4 تا پایه 4 تا پایه میبافم. این 2 تا با اون 3 زنجیره میشه 2 تا، این 3 تا و اینم 4 تا. خب میام 1 2 تا زنجیره میزنم، میام تو این حلقه 5 تایی یه پای کوتاه میزنم، باز 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این 4 تا پایه باز من 4 تا پایه میبافم به این شکل. این 2/3 پایه و نخو بکشم بیرون، 3مین پایه و اینم 4مین پایه. باز میام 1 2 تا زنجیره میزنم تو این حلقه 5 تایی، باز من یه پایه کوتاه 2 زنجیره روی 4 پایه، باز 4 تا پایه میبافم به این شکل. این رجم همینطور ببافید برسید به آخر که رسیدید همین کارو که انجام دادید تا آخر برمیگردید، بازم همون 4 پایه 5 زنجیر 4 پایه 5 زنجیر میرسید به اینجا برسید. برگردم توضیح بدم.